درود بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی را میبینید و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز چهارشنبه 15 ینور. ایوان میزنسف ساکن 33 ساله دوشنبه پس از ترکش نارنجکی که ظاهرا غیر قانونی در خانه نگاه می داشت فوتید. گزارش از محل حادثه. بالاروی نرخ تخم در تاجیکستان هم خریداران و هم فروشندگان را نگران کرد. بحث میکنن از ترنمون میگریزونن روزش میبینم 30 سومون گفتم میفروشه. خلاص میگم و یورا قیمت یک ساکن ناحیه فرخار خرابه‌های قلعه پشتقاق را محافظت دارد و می‌خواهد آن را از نابودشوی نجات دهد. اومده با قلعه زول زرد کلخوز کمونیسم همراه می‌شود. همین موضع ارتباط. ایوان میزنسف یک ساکن 33 ساله شهر دوشنبه نیمه دوم 14 ینور در پی ترکش نارنجک جراحت برداشته در بیمارخانه فوتیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید میزنسف نارنجک ارگده 5 را در خانه استقامتیش غیر قانونی نگاه می داشت و در حالت مستی آن را ترک کرده است. مقامات حفظ حقوق تفتیشات حادثه را شروع کردند. همکارمان سرویناز روح الله صبح امروز به محل حادثه رفت و حالا گزارش او را میبینیم. نارنجک دقیقاً در آن همین مکان ترکیده است. طور ما مشاهده کردیم در اینجا آثار خون، دستپوشک های طبی و همچنین آثار نارنجکی که ترکیده است در دیوار و زمین ها مشاهده می شود. ولی ما تلاش کردیم با شاهدانی که در اینجا بودند صحبت کنیم، اما همسایه ها و نفرایی که در اینجا زندگی میکنند نخواستند که با جزئیات صحبت کنند و تنها گفتند که این حادثه فقط دیروز تخمینا ساعت های 3 شده است. مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند ایوان میزنسوفی 33 ساله در منزلش به طور غیر قانونی یک عدد نارنجک را نگاه می داشت و آن را در حالت مستی و مناسبت خنک نظرانه به آن ترکانده است. همسایه های او در محله نزدیک به باغ عینی در صحبتی بدون ثبت به رادیو آزادی گفتند پدر و پسر زندگی خوبی نداشتند و در پی نوشیدن مشروبات اسپریتی پیوسته با هم جنگ و جنجال می کردند. همسایه ها از صحبت با رادیو آزادی در این مورد خودداری کردند. میشناخته زندگی میکردم جای بچه؟ من نمیدونم. تا حال مقامات نگفتند که این ساکن دوشنبه نارنجک را کی و از کجا دریافت کرده و با خود نگاه می داشته است. ولی حالا در پی این ترکش و مرگ ایوان پدرش از سوی پلیس برای بازپرسی دعوت شده به در منزل آنها مهر زده شده است. هرچند مقامات درباره جراحت برداشتن نفران دیگر رسما چیزی نگفتند، اما شاهدان به رادیو آزادی گفتند در برابر ایوان اینچنین 2 نفر دیگر که از این مکان گذر می کردند از پاره‌های ترکیده نارنجک جراحت‌های سبک برداشتند. وزارت کارهای داخلی گفت در حال حاضر گروه فوری تفتیشاتی مقام‌های حفظ حقوق شهر دوشنبه این حادثه را تفتیش می‌کنند. در گذشته نیز حادثه‌های ترکش سلاح از جمله نارنجک در دوشنبه مشاهده شده است. چند سال پیش در محله автовокзали پایتخت یک مرد با استفاده از نارنجک خود را ترکانده بود. مقامات میگویند معمولاً این ترکش‌ها از سلاح‌های انجام می‌شود که از سال‌های جنگ شهروندی در دست ساکنان باقی مانده است. نرخ تخم یکی از غذاهای پر استعمال در تاجیکستان گران شده است. نرخ یک قوطی تخم نو وابسته به اندازه و نرخ حاضر از 3 تا به 35 سومانی فروخته می شود. در حالی که چند قبل نرخ قوطی تخم 26-27 سومانی بود. سبب گرانی تخم در چیست؟ قطع واردات تخم از خارج و یا مصلحت پیشکی شرکت‌های داخلی؟ زرانگیزی نوروزشاه درباره سبب‌های گرانشوی تخم میگوید. بالاروی نرخ تخم در بازارهای تاجیکستان در یک ماه اخیر خریداران را ناراحت کرده است. صدفمو 10 سال اخیر به تجارت تخم مشغول است. با بالاروی نرخ بحث خریداران با او اوج گرفته است. ازبکستان در این خنرخ، ازبکستان در این خنرخ. شما قطعی بحث میکنن از ترنمون میگریزونن روزش میبینم 30 سومون گفتم میفروشه. خلاص میگم و یورا قیمت مثال اما کم بغل امازی همیشه خریدن نمیتونم. اول میخریم. در یک ماه اخیر یک بسته تخم که 30 دانه دارد در بازار از 27-28 سومانی تا به 30-35 سومانی رسیده است. 35 میگم 33 هم میتیم. اگر
اگر 30 بتیم هیچی نمیمونه و نه شکستگی و اسکوچ کوچتا بکنم. صاحبکاران میگویند آنها تخم را از کارخانه‌های پرنده پروری که حالا تامینگری اصلی بازارند با نرخ ارزان نمیگیرند. حاضر وابسته به همه پس تفشی که به همه خرید چیه اوجا اگر یک دیرم قیمت کنن این 4 دیرمش قیمت مینه. برخی از تاجران بالاروی نرخ را به شروع فصل سرما و افزایش خراجات کارخانه‌ها ربط می‌دهند. برای که فابریکا در میری همش یک گپای فقط برای خوراکی مرغوشون. دسترخوان هر یک عائله در تاجیکستان مخصوصاً صبح به تخم نیست. تخم یکی از دسترس‌ترین مواد محسوب می‌یافت و بالاروی نرخ آن ساکنان را نگران کرده است. بسیار می‌خریم. بودا کدوم می‌پزیم می‌کنیم. کلونی هم می‌خورم. می‌گیرید مجبور شدید می‌گیرید کار می‌فرمید. سال 2018 خبری منع واردات تخم مرغ از خارج به تاجیکستان رسانه‌ای شد. مقامات گفتند شرکت‌های وطنی به قدری کافی تخم استحصال می‌کنند و ضرورت برای وارد کردن آن باقی نمانده است. حالا مقامات رسما محدود شدن واردات تخم به کشور را رد می‌کنند. آنها می‌گویند خود صاحبکاران واردات آن را کم کردند. در سال 2019 واردات تخم 175 تن کاهش یافته است. 2019 من خیلی قبلا خرید کردم بودم 552 میلیون 472,000 دانه تخم غذایی در داخل جمهوری استحصال شده است و این چنین 332 میلیون زیاده از 32 میلیون دانه تخم غذایی از خارج کشور وارد شده است و این تامیناتی به هر یک نفر اهالی اگر ما 8 میلیون اهالی کشور این را حساب کنیم 77 دانه تخم راست می‌دهد در یک سال. به اطلاع مقامات در یک سال اخیر شمار کارخانه‌های پرنده پروری در کشور از 80 به 137 عدد رسیده است. حالا این کارخانه‌ها 80% تخم مورد نیاز مردم را تولید می‌کنند. در هر صورت تخم برای بسیاری از ساکنان یکی از محبوب‌ترین صبحانه یا غذاهاست. محض از آن زنان خورش و پختنی‌های خیلی زیاد آماده می‌کنند و بالاروی نرخ تخم البته به بودجه هر خانواده می‌تواند تأثیری بد رساند. باز در انگیز اشتهای تام می‌خواهیم و ما برنامه را ادامه می‌دهیم. هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان به سازش رسیدند که تا نقشه‌های تبادل قطعه‌های برابر و همسنگ قلمروها را در بین دو دولت آماده و تا 1 مارس سال روان به همدیگر پیشنهاد کنند. در این باره طرف قرقیزستان خبر داده است، اما طرف تاجیکستان تا به حال از نتیجه گفت و شنود 14 ینور در محله گلستان اسفره شرح نمی‌دهد. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مذاکرات روز 14 ینور در شهر اسفره به موافقه رسیدند که 114 کیلومتر مرز را که گروه‌های توپوگرافی دو جانب معین کردند در دوام 2 ماه بهای حقوقی داده خط مرز را معین کنند. در شهر خوجند مرکز ولایت سوغد تاجیکستان بیش از 50 نفر رانندگان شرکت تاکسی مکسیم کارپرتایی کردند. اعتراض رانندگان از سیاست نرخگذاری شرکت مکسیم است که با ادعای رانندگان تاکسی به خاطر پیروزی در رقابت نرخ را نهایت ارزان کرده است. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. یک گروه از رانندگان شرکت تاکسیرانی مکسیم در شهر خوجند دست به کارپرتایی زدند. رانندگان با نارضایتی از پس شدن نرخ‌ها میگویند نرخ مقرر کرده شرکت خراجات آنها را نمی‌پوشاند، اما مسئولین شرکت مکسیم ادعای رانندگان را به اساس دانسته گفتند شرکت نرخ‌ها را تغییر نداده است. کارپرتایی یک گروه از رانندگان شرکت مکسیم به گفته خودشان پیش از ظهر امروز 15 ینور اتفاق افتاده است. رانندگان که تعداد خود را بیش از 50 نفر میگویند گفتند دوام 2.5 ساعت آنها در نزد اداره شرکت مکسیم جمع آمده طلب کردند که شرکت نرخنامه ها را تغییر بدهد و همچنین بعضی از کارمندان شرکت رفتار خود را با راننده ها خوبتر کنند.
در عکس و نوارهایی که رانندگان به رادیوی آزادی ارسال کردند دیده می شود که یک گروه از رانندگان در داخل شرکت مکسیم با صدای بلند فریاد می کنند و کسی از مسئولین شرکت نیز در نزد آنها دیده نمی شود. در نوار دیگر دیده می شود که این گروه رانندگان در بیرون اداره شرکت مکسیم هستند و یک زن هم تلاش می کند که آنها را آرام کند. یکی از این راننده ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت دیگر شرکت های تاکسیرانی در شهر خوجند قیمت تاکسیرانی در داخل شهر را 9 سامانی و بیرون از شهر را 18 سامانی مقرر کردند، اما به گفته این راننده شرکت مکسیم نرخ را در داخل شهر خوجند 8 سامانی و برای بیرون از شهر 11 سامانی مقرر کرده است که خراجات آنها را نمی‌پوشاند. اما مسئولین شرکت مکسیم ادعای رانندگان را بی اساس دانسته گفتند شرکت نرخ را تغییر نداده است. اما همصحبت ما در شرکت مکسیم گفت درباره کارپرت‌های آنها معلومات ندارند. رانندگان گفتند در صورت اجرا نشدن طلب‌هایشان از سوی مسئولین شرکت مکسیم آنها دوباره دست به کارپرت‌های خواهند زد. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشاه، آزادی دوشنبه. یک ساکن بازنشسته در فرخار داوطلبانه موضعی را پاسبانی میکند که باور دارد زیر آن قصر باستانی با نام پشتقاق محفوظ است. روایت هم هست که نام اصلی قصر قلعه شاهی مقاتل است. همکاران ما روایت ساکنان محلی را در مورد قصر پشتقاق با دانشمندان تاریخ در میان گذاشتند. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا. KGB دوره زین الله رجبالیوف ساکنی بازنشسته این ناحیه فرخار 3 سال باز خرابه های قلعه تا هنوز کشف نشده پشتقاق را داوطلبانه محافظت میکند. او میگوید طبق روایت های مردم قلعه نشانی از زمان دولت باختریان است و نام اساسیش قلعه شاهی مقاتل بوده است. و مرکز شهری بربر میگفته بودند که شهر بربر سرشوی شهر بربر از قلعه سیاد سرحد نویه همدانی آمده تا ساکسان آخری قدیمه بابا سفال اورجریکز حالا نام دارد ناموی بعدینه موندگی آمده به قلعه زول زرد کلخوز کمونیسم همراه می شود. همین موضع ارتباط. خرابه های قلعه پشتقاق که حدود 6 گکتار مساحت دارد نه در زمان شوروی و نه بعداً حفریاد نشده است. حتی در زمان شوروی برای توسعه زمین کشت پخته قسمت از آن را هموار کردن می‌خواستند. اما با دخالت KGB شوروی سال 1969 از ادامه این اقدام دست کشیدند. فرماندار ایرانی خلوص کرد زمین هموار کرد پخته کرد پخته تا جون پخته بخوره. ولی بعد بود جا کم کرد. بعد همه هموار کرد بعد شاش هموار کرد یک اتوبوس مزاک اومد 4 نفر بود 5 نفر بود. هم دانه اومد. دیگه اولم اکام شدی. اوما گفت که اینجا مانای کوزا پوزای برومد بعد کوزا چیزان پلپورا برو مغازه کوی بیشتر که مغازه تو آرخیو بود. دهه همشفت این قلعه را که قبلا هم نام قلعه بود تغییر دادند و پس از مراجعت‌های ساکنان محلی مقامات تصمیم گرفتند نام قدیمی آن را برگردانند. این بود که نام ده را همین قلعه پشتقاق قدیمی را نام شرف گذاشتند. باستانشناسان تاریخ قلعه پشتقاق را مربوط به عصرهای 3 و 1 پیش از میلاد مربوط می‌دانند. به قول آنها تا عصر 14 میلادی در حدود این قلعه آدمان زندگی می‌کردند. اما به سبب تا هنوز حفریاد نشدن قلعه پشتقاق را مربوط به محدودیت‌ها در آموزش عنوان می‌کنند. یقین که ما باستانشناسان خیلی مقدارن کم هستیم. فهمیدی؟ دوم که مبلغ نیست. مبلغ آموزشی مثلا برای حکومت ما دولت ما امروز اقتدار اقتصادیش چندان بلندی نیست که مثال برای آموزش همه ناحیه‌های تاجیکستان مبلغ جدا کند. حاضر این باستانشناس تاجیک تصمیم دارد در سال آینده با گروهی باستانشناسان فرانسوی آثار تاریخی در حدود ناحیه فرخار از جمله قلعه پشتقاق را آغاز کنند. حالا در تاجیکستان حدود 2500 یادگاری تاریخی وجود دارد که حدود خیلی کمی آن مورد آموزش و حفریاد قرار گرفته است. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا با پایان رسید، تشکر از شما که تو این لحظه با ما بودید. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. فردا صبح شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه تاجیکستان و جهان منتظریم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.